محترم انتخاب کنندگان، هموطنان گرامی، باعث افتخار و سرفرازی است که با شرافت به دست آوردن استقلالیت دولتی خلق ما تحت سراری پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امان رحمان از مجموع ساختارهای جمعیتی و دولتی، بنیاد جامعه دنیوی دموکراتی، حقوق بنیاد اجتماعی و یگانه را انتخاب نموده راه زندگی آینده خویش را معین نموده است و در همین اساس کشور ما در سیاست، اقتصادیات، اجتماعیات و فرهنگ پا بر عرصه دنیای متمدن گذاشت. تاجیکستان و سرور آن را تمام عالمیان شناختند و سیاست پیشگرفته‌اش را پذیرفتند. در این دوره مردم کشورمان در زندگی به موفقیت‌های نظررس نائل گردیدند. الحال حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان نیز در پرتو دموکراتیکنانی جامعه برای تقویت بخشیدن به این روند رشد وسیع منبع آن به دست آوردن آزادی اقتصادی، مفکوروی، فرهنگی، تحکیم دولتداری، ترقی دادن صاحبکاری، تأمین وسیع گوناگون شکلی مالکیت، حفظ و تأمین رشد ارزش‌های ملی و بشری و مبارزه با پدیده‌های مطلوب جمعیتی، بالاخره با وجود آوردن شرایط ارزنده زندگی برای هر یک فرد در فضای سیاسی و زندگی اجتماعی کشور پیوسته جهد و تلاش می‌ورزد. ما امتنان کامل داریم که سیاست دموکراتیکنانی کشورمان روزافزون ادامه و تقویت می‌یابد، زیرا مقصد چنین سیاست واقعی فقط پیشروی اقتصادیات، معنویات، علم، فرهنگ و اجتماعیات جامعه بوده دورنمای هدف‌هایش رسیدن به سعادت مردم و آسودگی و ترقیات عالمشمول کشور میباشد. ریاست حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در همکاری با گروه عالمان، متخصصان و کارشناسان در دایره آیین‌نامه و برنامه پیش از انتخاباتی حزب و از اقتصادی، سیاسی، معنوی و فرهنگی و اجتماعیات کشور را در جهان معاصر مورد بررسی و تحلیل قرار داده تطبیق نمودن یک برنامه به زمان معاصر موافق نمودن تاجیکستان و در زمینه آن تامین نمودن اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را مفصل پیشنهاد کرده است که آن جزئی ترین ساحه حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، معنوی، حقوقی، فرهنگی و معرفتی را فرا گرفته است. زیرا هدف ما اصلاحات اقتصادی ملی بهر زندگی شایسته می باشد. ما اعتماد پوره داریم کشور عزیزمان از جهت مالیوی و اقتصادی قادر است که نیک و احوالی ساکنانش را تأمین نماید. از این رو برای نائل گشتن به این مقصدهای نیک میخواهم با تکیه با انتخاب کنندگان در مقام عالی قانونگذاری وطنمان همه دانش و ملکه و سمت‌های فعالیتم را جهت عملی گرداندن چنین مسائل حیاتاً مهم روانه سازم. در بخش سیاست داخلی، تحکیم جامعه و حقوق بنیاد، دموکراتی، دنیوی و اجتماعی، نائل شوی به استقلالیت پوره اقتصادی، حفظ یک پارچگی تاجیکستان، مبارزه بر ضد ملتگرایی و برانگیختن نزاع‌های بین المللی، اشتراک در قبول سندهای معیاری حقوقی در سمت انکشاف، استحصال و کارکرد نهایی محصولات کشاورزی در منطقه با مقصد تشکیل جایهای نوی کاری و تأمین امنیت آذوقه‌واری. در بخش اقتصادیات، وسعت دادن ساختمان و عاقلانه استفاده بر اقتدارهای هیدروانرژتیکی و ثروت‌های طبیعی، مساعدت نمودن به واردشوی و جلب وسیع سرمایه و گرانت‌های سازمان‌های بین‌المللی، پشتیبانی همه‌جانبه دولت در رشد ساحه کشاورزی، حفظ منفعت‌های استحصال کنندگان محصولات اگروصنعتی، بلند داشتن نفوذ و مقام دهقان در جامعه، رشد مناسبت‌های اقتصادی با مملکت‌های خارجی، تحکیم زمینه‌ها، تحقیقات‌های علمی و تکمیل دادن تکنولوژی استحصالی، قبول برنامه‌های دولتی در بابت رشد استحصال مال‌های صادراتی وطنی و طلبات بین‌المللی جوابگو. در بخش اجتماعی، تأمین عدالت اجتماعی و کفالت حقوق‌های کنستیتوسیونی نسبت به مهنت، مساعدت جهت زیاد نمودن امکانیت‌های رشد هنرهای مردمی، کسب‌های دوزندگی، نقاشی، میده‌کاسبی و دیگر کسب‌ها، با جلب صاحبکاران وطنی بهتر نمودن شرایط اجتماعی اهالی، بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی و ورزشی، تطبیق پیشنهاد جهت مکمل نمودن دستگیری عائله‌های کم‌بضاعت، یتیمان، معیوبان و بهتر نمودن
شرایط اجتماعی آنها، مساعدت برای تشکیل کورس‌های کوتاه مدت، بازآموزی و کسب آموزی برای اهالی بیکار، پس کردن سطح کمیزاتی و مهاجرت مهنتی. در بخش حفظ عائله و جوانان، بهسازی شرایط کار و زندگی معیشی زنان دهات، تشویق و ترغیب حیات سالم و آداب حمیده در بین اهالی توسط واسطه‌های اخبار عامه، پیشبری جوانان به وظیفه‌های انتخابی و دیگر مرتبه‌های مقامات حکومت دولتی در ساحه استحصالات و دیگر رشته‌های فعالیت، دستگیری جوانان و صاحبکاران در تربیت جوانان در رویه احترام، دوستی و احساس رفاقت، مناسبت‌های احترامانه با کلانسالان، دستگیری دولتی عائله‌های جوان. در مجموع حفظ منفعت‌های دولت و دولتداری، تأمین امنیت ملی، تحکیم استقلال دولتی و وحدت و یگانگی را از همه ارزش‌ها بالاتر دانسته، تأمین حقوق و آزادی‌های فطری انسان به حیات، قدر، ناموس، شأن و شرف، بیان اندیشه شهروندان را از سمت‌های فعالیت هم‌روزه خود می‌شمارم. تمام چاره‌های لازمی را ضرور می‌اندیشم تا در پرتو غایه تاجیکستان آزاد و صاحب استقلال، وطن محبوب همه ماست، جهت متحد نمودن تمام قشرهای جامعه، صرف نظر از ملت و زبان، دین و مذهب و عقیده و موقع سیاسی، تحکیم صلح و ثبات و وحدت و رضایت ملی همچون دستاورد بینظیر خلق تاجیکستان سهم ارزنده خود را نیز گذارم. انتخاب کنندگان گرامی، لازم و ذکر می‌دانم که عملی سازی برنامه پیش از انتخاباتی حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان با اندیشه‌های ملی و سیاست عاقلانه سازگار بوده در عموم جهت ثمرات تطبیق گردیدن آن مساعدت می‌نماید. باوری دارم ما در یک جایگی می‌توانیم برای رشد منبعد کشور سهمگذار بوده وطن عزیزمان را باز به دولت مترقی تبدیل دهیم و با هر یک شهروند آن زندگی شایسته مهیا سازیم. از توجهتان سپاسگزارم. سلامت باشید.